بیا همسینا برو بیا برو دیگه اصلا الان توی آب باش سبک کارتون اصلا تا اکتیو بگیرم ولش کنم اکتیو ویت بندازی روش همون جا میگن شده خیلی من چیکار کنم برو بیا بیا همسینا بدو شما میگی خسته است نمیتونه ادامه بده خب اصلا ببین زمانی که تو آب بود امیر به نیم ساعت چرا نرسید کمرت زمان آب. چرخوندی این بری همین اونجا رو نگاه کن بابا تو نگاه کن امیر سینا بودو امروز بدو بیا زمان آبش به نیم ساعت هم نرسیده بدو بودو امیر سینا بیا بدو بودو باید بودو یا رابطه قبلی بودو مسابقه بدیم همین بودو مسابقه ببینیم کی زودتر میرسه بودو مسابقه دو بذاریم مسابقه دو رفتی خونه بابا بودو ببینی کی میسکنی ببینی کی زوده بدو امیر سینا منو نگاه کن بابا یه بار با هم بودوی بودو آفرین قدم‌های بلند ببین بچرخیم ولی بیا برو امیر برو بودو بیا بابا دوی بودو بیا گل بزن بدو بیا 1 2 دو مسابقه دو گذاشت بدو دنبال من کردی؟ تونستی منو بگیری؟ اگه تونستی منو بگیری؟ این فکر کنم یه طرفش کوتاه‌تر از یه طرفش شرمی که باش میره به یه طرف رفتی تو شیلنگاه بچه بیا آبو باز کنی کنی یه شیر اون برم داریم ببینیم این آب اینجا رو بودو بیا یه شیر اون برم داریم یعنی آقا پاش اینجوری پاش اوه درسته بچه میلن تنگی بیا بگی شاش خودش مسئله است اینا ببین اینا خیلی این هم میرم تو اینو دیگه رو اون نباید بمیزی باید بمیزی این هم میرم تو این خیلی مهمه اصلا قرار یه تخصصی برم تو آره بیا بریم بالا بیا بریم خبری بالا بود بچر آفرین دست نداره این بسن دست نگیر برو بالا بودو بیام کمکه نه آقای مرده داره کمکه بودو بیا بودو
آره بریم بالا اونو برات درست. خدا برو تو تاپ سورسر رو ببین. شلش کنم بیارم پایین اونو یا نه؟ چجوری شلش کنم؟ بیا سینا اینو همین سینا بی منو بگیر وایسا همین سینه یه دقیقه وایسا. آقا جانی تو بری پله خودتو بندازی پایین. بیا پیش من برو بروش داداشی عکستو ببره تو فیسبوک. نه عکسی فیلمه برو آپلودش خیلی پولش میشه از گذاشتم تو همینو دیگه نیست. چیه؟ اینجا اسباب بازیه تو از کی قیمت گرفتی؟ من یکی از بچه‌ها حالا بیا پیش من اینجا سایت امروز میرم تو قیمت دقیقشو در میارم. حالا بیا آقا حالا بیا اینوری بیا دور بزن. یه بار دیگه بریم برای شیرابه شیرابه با پول بده بیا حالا بعد مثلا بریم بیا اینوری بیا اینجا دور بزن آفرین بیا اینجا سرعت یکی میخواد نگرش داره. نه اینا همین بیا دین دین بودو این قشنگ میشه کنترلش کرد این ور بره یا اون ور بره. بیا اون که بچه بعضی باش میفته باش میزده چی میشه اصلا. بیا همین بوده بیا پیش من بیا بریم اینجا. با درمانش یکی هرسش گرفته بود این عکس‌ها رو بهش نشون میدم. کی؟ میگه گفتم آقای مردانی گفته که این اگه واسش بگیره دیگه نیاز به کاردرمانی جسمی نداره. خودش هنوز 1000 تا کاردرمانی بگ هرسش گرفته بود. نه واقعیت رو گفتم تو آخه داشت پیرات میذاش روی این خودت برو اونجا چی دادی بهش؟ خودت برو اونجا کشش باید بدین اول بهش. کشش نیم بدیم کشش میگیم ندیم. اتفاقا کشش برای بچه لازمه ولی همیشه با کشش بچه خوب میشه. این بچه خوب میشه. ببین الان این بچه نکن همین سینه اون دستت کسیه الان دستت نکن کفشو دستتو نگاه کن. این که بچه اینقدر اعتماد به نفسش باشه. بعد بریم آسانسور سوار شیم. بدو بیا خانم عزیزی رو که میشناسید که عقیقی؟ یا آقای تهرانی زن شوهرم اون از رفیقای خانوادگی مونه که اصلا اینجا رو با خانم حسینی معرفی کردن به ما. اون میگفت که الان دیگه باید اینو به هر طریقی به هر قیمتی به هر یعنی همین خیلی این اگر اونگونه راه نره شما تو آخر خون هم که این میدونی که اصلا بچه رو میخواد آسانسور سوار این الان داره دو برابر اون باکری که با دست رو می‌رفتی داره قشنگ‌تر راه میره. فکر کنم ما چقدر تو سابق بچه بسه راه ببره. برو بالا نگاه کن چه قشنگ قدم افزون سالن داره بهتر بیاره مثلا همه دست بینن. باید باشه هر روز باشه کار کنه. آره. حالا تنظیمش کنم اون بریم خانم الان خانم آموزه من اون روز خودم گفته بودم بهش روی یه بچه تنظیمش کن. حالا میگه اون روز اومده پنجشنبه جیغش در اومده بوده با تنظیمش با هم خورده. برش کن آقا برش کن. برو. برو. نه بذار بخوام سوار آسانسور. برو سوار. سوار آسانسور نه این چه تو فرار کنم رابطه من پیشش کنم. منحرف نشد. این فکر کنم مثلا تو قانون همون 20 دقیقه نیم ساعته درسته؟ استراحت باید داشته باشه.
دیگه صدا زد بچه هر وقت هرچی رفیق مدد فقط باز تشنج میشه امیر آسانسور زدم بیا بودو آسانسور زدم الان میاد بودو سرش بودو سرش دوست داری کلیدش رو یا من بزنم اومد بیا پایین اون در باز شد در باز شد برو تو برو تو برو تو حالا این کلیدشو باید بزنی بره بالا همین اینجاست کلیدش ببین این بریه کلیدش اون بریه امیر امیر سیمه کلیدش اون بریه یا آقای آقایان یک کار باقیات سالیاتی بکن اون کاری که آقای دیرمان کرده خیلی بچه خوبه خیلی بچه مثلا این کشاشو خوب نسید اینا رو پیدا کن بیا کمک کن کدوم دستت دست من نمیرسه من بزنم؟ نه خب من چیکار کنم دست تو نمیرسه که بیا بزن این صفر رو بزن کشت از این در بریم از این در اینجا چند میگه؟ اینجا میره تو حیات نه اینجا که الان هست اینجا بیه آها بیه برو اینجا صفر همین از اینجا برو چی کجا برو تو خیابون نگاه کنیم چی خبره برو تو خیابون نگاه کنیم باش میره دیگه خبر خیابون اسم واقعی ما نبر خواهش مانم دفعه بعد بیزنش ببرش تو آب و آتیش برو برو چرا؟